خیلی هم میدونن که تو با داب اسمش وارد رسانه شدی و کارتو شروع کردی. خیلی هم نمیدونن. حالا من میخوام واسه اونایی که نمیدونن بگی اصلا چی شد، چجوری شروع کردی؟ درست سال 95 بود که من آشنا شدم با یک پیجی که به اسم سرهنگ علیفر زده شده بود. دوستان عزیزی که آقا سامان و پوریا سلام میکنم بهشون از اینجا. اسم پیج سرهنگ علیفر بود. بعد حالا تغییر نام داد به اسم سرهنگستان. آره. اون موقع خب گزارش‌های سرهنگ علیفر رو بورس اومد تازه و بعد گزارشگرای دیگه اومدن و داب اسمش‌های مشابهی ساختن. من فن اون پیجم. مگس چیه؟ آره اون موقع مثلا محمد امین کریمپور و محسن بروفر که الان مثلا دیگه میلیونی شدن و اینا تقریبا با هم اومدیم بالا دیگه، یعنی هم دوره بودیم یه جورایی. شما هم موقع شروع کردی؟ منم همون موقع شروع کردم باهاشون. حالا اونا با ویدیوهای بیشتر، من یه مقدار با ویدیوهای کمتر. یه لحظه استاپ. مگس کش داریم. مگس منو شب نمیذاره بخوابم، هیچی نداریم. اصلا نمیذاره من شب بخوابم. ببین الان تو پادکست یه حیوان خونگی داریم. واقعا نداریم آرزا هیچی. بگیرید جایزه جایزه بده. گرفت از اینجا شروع شد. بعد چی شد؟ آره همینو میخوام بگم. بعد یه روز دیدم ورزش 3 اون زمان اینستاش 1 میلیون بود. آره. سال 95 یادم قشنگ. یعنی لوگو اینستام یادم قهوه‌ای سفید بود. آره. 1 میلیون بود و ویدیوی منو گذاشت. خب تقریبا 9 سال قبل بود. من دانشجو بودم. شغلم پیک موتوری بود. یعنی ویدیو ساختن رضا از اون زمان که من میساختم، من از 7 صبح 8 صبح میزدم بیرون، میرفتم مواد اولیه میگرفتم برای فست فود تا ساعت 11 12 تره بار و نو فانتزی و این ور و اون ور، هر چیزی که مربوط به برگر و پیتزا بود، تا ساعت 12 که تایم فست فود شروع میشد. تا ساعت 4 تا 8 معمولا تایمیه که فست فود و پیتزا خب فروشش میاد پایین، همه میرن تو استراحت و خواب و اینا. 4 تا 6 مثلا من میرفتم استراحت، 6 تا 8 مثلا یه همکار دیگه. اون 4 تا 6 که من باید میمادم استراحت، چون از 7 صبح ما بیرون بودیم تا 12 شب که بیام 2 ساعت استراحت کنیم و من میذاشتم ویدیو میگرفت. پای ویدیو گرفتم با موبایلای اون زمان دیگه. خودت ببین دیگه. یادش بخیر. ورزش 3 گذاشت و دیدم اوکیه برم باشون بشینم صحبت کنم ببینم چجوریه فضا. رفتم ورزش 3 دیدم خب مثلا سردبیر بود و اینا، سردبیر بود و بچهای خبرنگار و اینا بودم، یه فضای قشنگی. حالا اون زمان یه چند تا بازیکنم اومدن و اینا، ما هم خب فوتبالی بودیم دیگه، عشق فوتبال. رفتم و گفتم که آقا خیلی هم عالیه، ما میتونیم مثلا با شما تعامل کنیم، همکاری کنیم. تو چه زمینه‌ای؟ تو همین زمینه داب اسمش، چون اون زمان خیلی رو بورس. آره. بعد گفتیم باشه و اینا دیگه. خب میگم منم پیک بودم و اینا، هم دانشگاه میرفتم هم پیک بودم. یه صحبت اولی کردیم اومدیم و دیگه من اصلا از اون زمان عاشق خبرنگاری شدم. یعنی از همون لحظه گفتی آقا من جایی که داب اسمش کنم؟ نه نگفتم به جایی این که، گفتم همون مسیر رو من میرم جلو. بعد از چند ماه اون مسیر آتشش خوابید. اون داب اسمش آتشش خوابید که یکی از ایرادای من این بوده که هی این شاخه اون شاخه میکردم. مسیرت عوض شد. هی مسیر عوض شد و حالا اومد تو خبر. ما موقع عشقشو داشتیم. حالا قبل از اینکه بخوای توضیح بدی که چه اتفاقی افتاد، خب الان میدونیم که آقا تو یه زمانی شروع کردی به داب اسمش درست کردن، با ورزشگیری آشنا شدی، ویدیو تو گذاشت وایرال شد، به رسانه وصل شدی. اما بخوایم به عقب‌تر برگردیم، تو زمانی که بچه بودی من میدونم که تو دستفروشی هم کردی و یه جورایی پیوندت با استادیوم و بازیکن‌های فوتبال برمیگرده به زمانی که تماشاگرها رو صورتاشون رو رنگ می‌کردی. بله. یه توضیح میدی؟ منو بردی اون روزا، بغضه نیومده تو چشم، شاید تو ذهنم دیدی یه وقتی این رگایی چی میشه. من موهای تناسیق میشه. یادش بخیر. من حالا الان ما خبرنگار فوتبال پایه ایم رضا، لیگ برتر رو داریم پوشش میدیم. خب من اون زمان بازیکن لیگ برتر دوره اول بودم.
درسته. دوره سال اولی که آسیا ویژن اومد 88 9 88 89 بود فکر میکنم. من اون سال تصویربرداری شروع کردم. بعد خب بالاترین سطح فوتبال بودیم، ولی خب چون بچه جنوب شهر بودیم، بچه‌های جنوب شهر شاید مشوقای خوبی ندارن هیچ وقت. خیلی سخت میشه که طرف بخواد مسیری که حالا انتخاب کرده رو درست ببره جلو. عوامل درونی و بیرونی هستن که مانع آدم میشن. نه تنها مشوق ندارن بلکه عواملی هم هستن که آدمو اذیت میکنن. هم اذیت میکنن هم از مسیرت خارج میکنن. یعنی حالا یه روزی خب من میگم مثلا تو مدرسه همیشه عضو تیم منتخب، هم دو میدانی هم فوتبال. بچه محلایی داشتیم که حالا نمیدونم بچه کدوم محلی رضا، من جیهون جفتمون بچه منطقه ضعیف شهری. یه روزی اومد زنگمون رو زد، 15 16 سالم بود. سلام خوبی؟ میای امشب بریم خفگیری؟ رفیقم میای امشب بریم کیف خاپی؟ این موبایل رو میبینی، این سویشرت رو که میبینی تنمه، این کتونی ها میبینی تنمه اصله، پامه اصله، اینا رو ما دیشب گرفتیم از پارک جمشیدیه. و قضیه برای 17 18 سال قبله. این عوامل بیرونی که میگم اینا میدونم چی میگی. ببین من انتخاب نکردم اون مسیر رو، ولی خیلیا بودن که فوتبالیست خوبی بودن، حالا از اون معروفش تا اون رفیقامون که نابود شده فوتبالش. من بین رفیقام یعنی کسایی که باهاشون معاشرت کردم از بچگی تا الان همه جور آدمی داشتم. یعنی مثلا آدمی که شیشه‌ای شده تا آدمی که فوتبالیست بوده، ورزشکار بوده، همه جور آدمی رو دیدم. اینو کاملا درک میکنم. این به خود آدم مربوطه و ذات خود آدم. بله. حالا شاید بعضی وقتا شرایط هم ایجاب کنه که تو هر چقدر ذاتت خوب باشه مسیرت عوض شه. بله. ولی حالا به هر ترتیب رسیدیم الان به اینجا دیگه. بله. ولی سخت میشه از یک محله ضعیف، مخصوصا توی تهران با این اوضاع سخت زندگی، آدم از اون محله سالم و موفق بیاد بیرون، چه برای دخترش چه برای پسرش. خب من بچه بودم، خب میگم فوتبال رو که یعنی دوره بازیگری رو تا بالاترین سطحش رفتم، بنا دلایلی اومدم بیرون. تو سن فکر کنم جوانان بود. بعد رفتم سراغ داوری. یه سوال، از فوتبال بنا به دلایل مالی بود؟ یک بخشش مالی بود، یک بخشش کاهلی خودمون بود، یک بخشش مثلا انحلال یک تیم بود. از این بازیکن‌ها بودی که من فقط باید تو این باشگاه بازی کنم؟ نه فقط تو این باشگاه، یا با این مربی باشم؟ رضا اون زمان مثلا مترو بیارتی هم خیلی سخت گیر می‌اومد دیگه. اصلا بیارتی نبود. آفرین. تامین پیکان کجای پیکان شهر. مترو ما باید خودمون رو کجا میرسوندیم؟ مثلا از محله منطقه 15 متر کنم نزدیکترین مترو میشد مترو امام خمینی فکر کنم، با خود یه خط 1 بود و خط 2. آره حمیدی صادقی. یعنی از بس که حمل و نقلم سخت بود اصلا ماها نمیتونستیم بریم باشگاه‌های خوب. بالا اون زمانم داماش بود، پاس، حالا یه پاس فکر کنم محل خودمون بود که من تو همون پاس بازی میکردم. میگم سخت بود دیگه، عوامل مختلفی بود. آره. مالی هم بخشیش بود. خب از بچگی من همیشه خواب میدیدم آره من مثلا با فرگوسن با روبرتو مانچینی الان دست دادم توی اتاق تو قلعه های روم و ایتالیا و اینا. و دوره بازیگری رو تو جوانان اومدم بیرون از فوتبالیستی، با اینکه حق خودم میدونستم، یعنی اگه ادامه میدادم میرسیدم قطعا. چی شد که رویاتو کلا گذاشتی کنار؟ گفتم که مثلا یکیش میشد بحث مالی، منطقه‌ای. آره دانشجوی چالشی توی کار بابام برام پیش اومد، از نظر روحی روانی تو سن نوجوانی خب به هم ریختم دیگه. دیدی که آدم نوجوان احساسی بهونه کسی هم نبود که تشویق کنه ادامه نده. رشتم ریاضی بود، ریاضی رو حتی 1 سال نرفتم امتحان بدم، میگفتم میرم شهریور امتحان میدم، شهریورم دیگه حالا نبود. 1 سال شبانه خوندم علیرغم اینکه دوست داشتم تربیت بدنی بخونم، ولی خب روی حساب چشم و همچشمی و حالا مثلا فلان پسر فامیل رفته ریاضی تو هم بیا برو ریاضی. ولی الان که دارم باهات صحبت میکنم اگه برنامه‌های تلویزیون رو بالا پایین کنم بین فوتبال و حل مسئله ریاضی رو ترجیح میدم ببینم. انقدر به خاطر که از فوتبال خستم. البته کار تو فرسایشیه. یعنی اینکه فقط
رسانه و یه خبر بگیری و خبر بذاری، انقدر تو بسنشی بقیه شاید مثلا آرزوشون باشه جای تو باشن، از بله. اون فاصله ای که تو داری بازیکن‌ها رو می‌بینی ببینن. بله صد. فوتبال رو گذاشتم کنار، رفتم سراغ داوری. خب داوری حالا تو حوزه خودم. آموزش دیدی؟ نه آموزش هم ندیدم. رفتی تو حوزه. آره یه مربی داشتم منو وصل کرد به یه داوری که الان خیلی معروفه، تقریبا معروفه حالا با حواشی که داشته. من اول کمک داور کلا کمک وای میستادم. دوره ما حسن کامرانی فر بود، الگوی کمک داوری و اینا. داور وسط هم خب مثلا مسعود مرادی بود، ترکینا بودن، آقای ترکی بودن. بعد بدون مدرک من این کمک داوریه رو تا جایی بردم که یهو دیدم پیش علیرضا فغانی و محمد رضا منصوری هم سلام میکنم بهشون بدون مدرک. تو چه رده؟ مثلا یه بازی خیریه میشد، من مثلا حضور داشتم تو اون بازی، توی اون کادر بودم یا تو اون دم و دستگاه بودم. میخوام بگم رضا هر چیزی که بهش فکر میکردم باید تو بالاترین سطحش میرسیدم و میرسیدم، حالا با مدرک بدون مدرک هر چیزی. بعد که میرفتم رو قله ولش میکردم. این اشتباه کارت اسم میکنم. اشتباه کار بود دیگه. حالا وقتی آدم سنش میاد بالاتر میفهمه که چه خبره. و تقریبا تو این سنینم بودم که تقریبا از سن 13-14 سالگی ما یه روزی با یکی از رفقا داشتیم میرفتیم ورزشگاه. خب میام اون موقع چون مترو بیارتی اینا نبود، ما باید میرفتیم ترمینال خاوران، مینی بوس سوار میشیم تا جلو در ورزشگاه آزادی. 200 تومن، حالا بنا به تورم ما از 100 تومن 200 تومن یادمونه، 500 تومن 1000 تومن هم من اتوبوس 50 تومانی هم رسید. آره یادمه. یه اون زمان اینجوری بود دیگه. بعد خب میگفتیم خب ما تا اینجا میایم، رفیقم گفت 500 تومن میدیم پول مینی بوس، خب بذار صورت رنگ کنیم جلو ورزشگاه، یه ساعت 2 ساعت صورت رنگ کنیم با گواش. بعد میریم تو، بعد میدیدیم مثلا تو یه بازی سال 86 87 مثلا یهو 10,000 تومن تو 2 ساعت کار میکردی. خب خیلی پول بود، واقعا خیلی پول بود. آره میدونی 10,000 تومن دلار چقدر 900 تومن بود، دلار 1000 تومن 1000 تومن بود، 10 دلار یعنی 1 میلیون تومن تو 2 ساعت. رضا خب خیلی پوله دیگه. ما الان تو یوتیوب انقدر بعد این صورت رنگ کردن تفننی بود اول، بعد شد شغل من دیگه. هر بازی میرفتی استادیوم. دقیقاً. بعد خب من اول مثلا یه هوادار بودم، از 5 صبح میرفتم میشستم مثلا بشینم بهترین جای ورزشگاه. اون موقع اونجوری بود که از 5 صبح یا از شب قبل که بچهای هوادارهای شهرستانی می اومدن، ما از 5 صبح 4 صبح میرفتیم به عنوان تماشاگر که یه بشینیم بهترین جای ورزشگاه. بازی ساعت چند؟ بازی 6 بعد از ظهر بود. صورت و آفتاب سوخت و علاقه من بودیم رضا. الان نگاه نکن 1 ساعت 2 ساعت قبل بازی میرن میشینن و بهترین جا هم گیرشون میاد. یه بار ساعت شکر میونی کلامت، ساعت بازی رو یادم رفته بود. خب 2 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم و حس کردم اشتباه اومدم. مثلا بازی دیدی میفته شهرستان. امسالم سال پیشم خیلی اتفاق افتاد، گفتم نکنه اشتباه اومدم. 3 بار چک کردم ببینم مثلا ساعت درسته، بعد دیدم ساعت درسته. دیدم 1 ساعت قبل بازی همه شروع میکنن اومدن به ورزشگاه. دیگه اون داستان نیستش مثلا واقعا. میگم دیگه واقعا یا حال نمیده به مردم یا انقدر شرایط اقتصادی سخت شده. طرف مثلا میگه من 1 ساعت 2 ساعت 1 ساعت قبلش هم برم اوکی ام، روالم، چون میدونه یه جای خوبی گیرش میاد و میگیره میشینه. ما اون موقع 5 صبح اون میشد 7 صبح روبرو جایگاه اون موقع میبستنش. درداش با زنجیر میبستنش، باید از بالای فنسو میپریدی تو. حالا اگه مأمور نگیرتت، بچهای یگان ویژه که حالا اونجا بودن و اینا، 5 صبح نباید میشد 7 صبح که بازی ساعت 3 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر سود میخورد. ما باید از اون موقع جا میگرفتیم. حالا جا بگیر، یکی رو بذار بغلت، بیا تو سایه آب بخور، برو دستشویی، یه نفسی چاق. 5 صبح میرفتیم اونجا چجوری رنگ میکردی؟ من موقع اینو میخواستم بگم، من تماشاگر بودم. خب یعنی بعد یه مدت که گذشت دیدیم بابا پوله مزدش خیلی باحاله، بذار صورتها رو رنگ کنیم تا لحظه سوت بازی. بعد بریم تو. دیگه جا هم مهم نبود. جا هم دیگه مهم نبود، کار مهم بود. خب پول اون موقع خوب، مثلا میگم الان برات مثال زدم، مثلا به قیمت دلار پول خوبی به دست می اومد. مثلا یه بازی سنگین، اینم بگم مثلا همکار داشتیم 300,000 تومان در می آورد. اون زمان فکر کنم حقوق یه ماه کارمند 300,000 تومان بود. من مثلا 30,000 تومان در می آوردم، ولی مثلا اون با نارضایتی طرف مقابل صورت رنگ میکرد. هفته بعد میومد میگفتم چقدر اون پول موده، میگفت هیچی، صفر.
گفت تو چقدر پول ها رو نوجوان بودیم دیگه هم سوال می‌کردیم سنمون کم بود تو چقدر پولات مونده گفتم 1000 تومانیش هم حالا 1000 تومان خیلی بود 100 تومانیش هم خرج نشد برکت یعنی من خیلی به این مسائل مقیدم آره برکت مهمه من تو زندگیم هست خیلی رضا بعد که صورت رنگ کردم یه روزی یه بنده خدایی اومد گفتش که یعنی تو بوفه کار میکرد گفت میخوای بریم تو هم ببینی بوفه رفتم دیدم بوفه هم خیلی باحاله شدم از این بوفه چیایی که یه دستش چایی و کیک و تخمه و یه دستش هم چایی اینور چای مسجدی با این قوریای بزرگ سنگین خب ما هم سنمون کم برا ما خیلی سنگین بود یه دسته اونم ساندویچ و کیک و ساندیس و اینا تو استادیوم میچرخیدیم تو استادیوم میچرخیدیم و چای تخمه کیک کلوچه ساندیس فلان یادش بخیر چشیدی آره باله 8 شب جمع شد یادش بخیر و لایف استایل شده بود که صورت رنگ کردن بوفه دیگه تماشای بازی هم دیگه میشد چند دقیقه در با 90 دقیقه دیگه الان خود ببین دیگه اونایی که دارن تو ورزشگاه کار میکنن همینن دیگه بنده خدا مشغول کسبشونن آره و دیگه چندین سالم کارمون این بود حالا بلیت من فروختم پرچم فروختم توپ جمع کن بودم یعنی انواع و اقسام جاهای استودیوم من شغل داشتم من بچه استودیومم خب تا جایی که الان من بدون حالا الانو نمیگم حالا الان من بلدم سوراخ سنبای ورزشگاه رو ولی خب کسی رو نمیبرم تو بلدم یعنی بخوام من رفیقام هم ببرم 4 نفر دیگه هم بخوام ببرم میتونم ببرم یعنی نقشه‌شو بلدم میدونم چی راه در راهشو بلدم خب استادیوم مثل خونت میاد دقیقاً و فوتباله یه جورایی بود که دیگه شده بود جزوی از ما دیگه این ورزش 3 باعث شد که من بیام تو خبرنگاری خب بهت پیشنهاد کردن خودم خواستم خودت خواستی که خودم اول خواستم بعد اول به من میگفتن آقا ما بهت پیشنهاد نمی‌کنیم بیایا آنچنان که فکر می‌کنی نیستا این چیزی که الان و راستم میگفتم یه مدت توی ورزشتیری بودی بله بعد اومدم بیرون یعنی خود زده شدی از کار بله به خاطر یک سری بی‌ملایمتی ها از طرف یک سری افراد زده شدم اومدم بیرون تا جایی رسید که گفتم من دیگه اصلا کانال‌های ورزشی رو از گوشیم پاک میکنم میرم یه شغل کارمندی اصلا ولش کن رفتی سمت کارمندی رفتم سمت کارمندی و بعد از خدمتم رفتم سمت کارمندی و رفتم آزمایشگاه ویروس شناسی استخدام شدم که هم ماجرای کرونا و بازیکن‌های تیم کرونا و بعد تو آزمایشگاه ویروس شناسی که ما کرونا میگرفتیم و تست حالا مربوط به تست این برای سال 98 این برای سال 99 400 400 آره 99 400 بعد آزمایشگاه ویروس شناسی که دیگه اوجش اون موقع مربوط به کرونا یعنی تو ما بگیم میخوام برم آزمایش خون و قند و چربی بدم میگم بفهمو بیرون تخصصی ویروس شناسی ما گفتیم دیگه خب دیگه تموم شد دیگه اون فضا خب آقا میثم شما تخصصت چیه آقا ما خبرنگاری فوتبالی آقا تست کاروان المپیک خدمت شما عجب برو تستشون رو بگیر مصاحبه باهاشون بکن المپیانا جلوی منن سوال تست... از ورزشتیری اومده بودی بیرون بعد توی کار بودی دیگه بله. خب آقا تست تیم ملی فوتبال در اختیار شما آقا برو تست ویلموتسو بگی برو تست اسکوچیچو بگی برو تست مهدی قائدی رو یعنی یک جاهایی من تو اون 1 سال رفتم که تو عمر رسانه‌ایم نرفته بودم همین رو می‌خواستم بپرسم اینکه اون زمانی که تو رسانه و ورزشتیری بودی اینقدر بازیکنان رو از نزدیک لمس کرده بودی یا نه خب رضا میخوام بهت بگم این فنره وقتی جمع بشه این فنره از بین نمیره این باید یه جایی در بره درسته من از همه چیز زده شده بودم گذاشتم کنار ولی اون مایه اون درون مایه خمیره میگن یا اون مایه توی من بود خفته بود آره خدا یک زمانی خدا دوباره منو بیاره توی این مسیر تو مسیر قرارت داد آقا آزمایشگاه ویروس شناسی کجا تیم ملی فوتبال ایران و کاروان المپیک کجا یعنی نرفتم تیم باشگاهی هم مثلا میرفتیم باشگاهی ها ولی مثلا میگم هر کاریش بکنی آب خوردم بود آره آقا الان برو
مثلا خونه کاپیتان تیم ملی ساعت 8 شب فلان آدرس، نیم ساعت دیگه اونجا باش آقا میسن، با موتور گازشو بگیر برو. خب ما اون زمان یه مقدار خب آتیشمون داغ‌تر بود، شاید باد داشت، کمتر دیده بودیم این چیزا رو، برای ما جذابیت داشت. فوتبال 360 چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ حالا بعد از آزمایشگاه رفتم یه جا دیگه، حالا یک نهاد دیگه ای دارم حالا الان کار میکنم، در کنارش خبرنگاری. شغل اصلی من، تخصص اصلی من رسانه و خبرنگاریه. منتها چون توی ایران نمیچرخه این کار، به خاطر اینکه یک انجمنی هستش که ظاهراً به گفته حالا شنیده ها اون اتحادیه هستش که اون نرخ مثلا شغل، نرخ کار و مزد یک خبرنگار رو انگار تعیین میکنه. الان مزد خبرنگار حدود چقدره؟ میخوام یه سری شاید علاقه‌مند باشن بیان تو حوزه خبری. بله. فکر کنن که آقا شما هر روز داری میری استادیوم‌های مختلف. اگر خبرنگار رسمی یک جایی باشی، یک سری سایت‌های خاص و حالا بچه‌های صدا و سیما دوستانمون هستن و اینا، اگر رسمی کلا آدمی که استخدام رسمی باشه حقوقش از 30-40 تومن به بالاه دیگه، بین حالا 30-35 تا 50 تومن اینا اگه آدم رسمی باشه. اگر غیر رسمی باشی یعنی حقوق بگیر ماهیانه یک نشریه‌ای باشی یا یک سایتی باشی، هلوش 20-25 تومنه. درسته؟ اگر برنامه‌ای باشی یعنی پاره وقت موقت، میگم به ازای هر برنامه یک ایونت ما به شما پول میدیم، از 400-450 شروع میشه تا 700-800 تومن بابت هر ایونت. بعد ممکنه این ایونت تو ماه یه دونه باشه یا نه؟ حالا الان که شرایط کشور خاصه آره، ولی نه اگه بازی ها شروع بشه ممکنه هر روز بشه. هر روز هم نه، ممکنه یه ایونت مثلا 10 روز باشه در ماه، ممکنه 20 تا ایونت بری در ماه، بستگی به اون رسانه‌ای هم که کار میکنی هست. اگه اون رسانه منهای فوتبال داشته باشه شما تقریبا هر روز درگیری، فدراسیون‌های مختلف میری، رشته‌های مختلف میری. ولی خب مثلا فکر کن 400 تومن بهت بدن بابت هر برنامه، 30 تا هم ایونت بری، 400 تومن بدن یعنی سولوش مثلا 12 تومن، 12 میلیون. اصلا فاجعه است به نظرم. یعنی آدم اسنپ کار کنه، اسنپ که دیگه من پایین ترین چیزش آخه برنامه‌ای هم که شما میرین خیلی وقتگیره و سنگینه، بعد تایمش هم مشخص نیست. بله. یعنی مثلا مثال فصل نقل و انتقالات، آره کسی که مثلا میره تصویر برداری، بله. هر رقمی که بگیره میدونه آقا 2 ساعت درگیره، بعدش بله. دوربین خاموش میکنه میره. ولی کار خبرنگاری این شکلیه که شما از صبح میرید دم در باشگاه، بله. بعد ممکنه مثلا شب بیای بیرون، شاید ممکنه مثلا بعد از ظهر کار شاید هم 3 شب بخوای بیای بیرون. یه فلش بک بزنیم علیرضا بیرانوند، آره فصلی که میخواست بره استقلال و نشد و اومد پرسپولیس، دقیقاً 3 روز و 3 شب ما اونجا بودیم، چون هر دقیقه یه خبری میومد. همین الان میخواد بیاد. فصل نقل و انتقالات فصل به شدت سختیه برای خبرنگار. عجب. 3 روز و 3 شب دقیقاً ما درگیریم که شب سوم ما دیگه انگار اون خستگی از تنمون، انگار اون علیرضا بیرانوند برای ما یه دونه ایونت بود. 3 روز و 3 شب گذشت. عجب. حالا این مثلا میدونید چرا میگم، مثلا الان داره یادم میاد وحید امیری مثلا روز دوم اومد وساطت کرد، 2 بار اومد تو باشگاه اومد بیرون. آقا وحید چه خبر، چی شد فلان بیسار. همین امسال فکر کنم سر آلیشا و امیری و اینا آره درگیری داشتیم، خیلی داستان بود و اینا. ولی خب نه امسال خیلی سبک‌تر بود، سبک‌تر از چون پرسپولیس یه هفته‌ای رونمایی کرد بعد دیگه خوردیم حالا به شرایط جنگی و استقلال هم که تو سرمربیش مشخص نشده هنوز آنچنان رونمایی نکرده، ولی خب دیگه دارن تیم‌ها میرن اردو. خب یه آنتراک دادیم. اگه تا اینجا برنامه دیدین حال کردین لایک رو حتما بزنین و امیدوارم که بحثا براتون جذاب باشه. کامنت هم که بزنین هر جاش که سوال داشتین یا جایش باحال بود براتون که حال دادیم بهمون دیگه. چی شد که رفتی فوتبال 360؟ یه روزی ببخشید من آزمایشگاه رو که گفتم بهت، در کنارش یکی از رفقا اومد، یعنی همون حوالی اون تایم سال 99 اینا، به من اومد گفتش که فلانی بیا بریم تو فوتبال پایه، من آشنا دارم یکی از رسانه‌های فوتبال پایه است، بیا من ببرمت اونجا. گفتم برو بابا من حوصله ندارم بابا، اصلا
ولم کن، من زده شدم از فوتبال، از خبرنگاری، بذار زندگی خودمو کنم. گفت نه تو به خدا استعداد داری، میتونی بیای. ما رو برد فوتبال پایه و که تا الانش هم داریم کار میکنیم و اینا. بعد ولی خب فوتبال پایه اولویتم اون کار آزمایشگاه بود. بعد این بود، یعنی آنچنان مثل اون رسانه بزرگسالان وقتی نه. یادمه 2-3 سال پیش قبل از اینکه بری 360 میگفتیم بله درگیر آزمایشگاه فلان تایم. بله آفرین دقیقاً. بعد همون ما رو رفتیم اونجا مشغول شدیم تو اون رسانه تهران آنلاین. اومدیم جلوتر، یه روزی همون رفیقم که منو برد تو اون رسانه، خیلی با هم شوخی میکردیم. حالا الان بنا به دلایلی با هم ارتباطی نداریم آنچنان. عجب. آره دنیا دیگه میچرخه. ولی آدم نمک نشناسی نبودم هیچ وقت. یعنی اگه الانم رابطه آنچنان شاید خوبی نداریم، نمیگم رابطه بدی داریم ما، ولی اون رابطه‌های صمیمی خیلی قاطی بودیم هم نداریم. ولی خب نه بعدشو میگم هر جا همیشه هم نشستم تشکر کردم. از اونجا اومدی بیرون؟ نیومدم بیرون. تهران آنلاین که بودم به من گفتش که برو بابا کسی تو رو اصلا نمیشناسه. تو اصلا کی تو رو؟ گفتم نمیشناسه. اتفاقی رو حساب کلکل رضا بدون که هدفی باشه پشت اون تماس، شماره استاد عادل فردوسی پور رو گرفتم. الو سلام استاد، من داشتی شماره؟ بله من ویدیوامو براش میفرستادم. 2 سال شاید من براش ویدیوامو میفرستادم، چون خیلی شلوغ بنده خدا، فقط سیم میکرد. اینکه جواب نمیداد نمیگم حمله به بیادبی بود، واقعا شلوغ استاد. یعنی مثلا صبح تا شب که خونه است، صبح تا شب سر کاره، حالا دانشگاه میره، دفتر اینور اونور میره، فوتبال بازی میکنه، شبم مثلا میره خونه. حالا به روایت هایی ما شنیدیم که یهو 4-5 تا فوتبال از لیگ‌های مختلف همزمان پلیه. یعنی اینقدر شلوغه. زنگ زدم من میثم دقیقینم، همون میدانیه. حالا اصلا میثم دقیقین کیه مثلا پیش عادل فردوسی پور؟ خب قطعا نمیشناخت، یا فقط من ویدیوها رو براش میفرستادم دیگه. گفت اتفاقا من یه نفر نیرو میخوام. آقا فلان روز فلان ساعت اینجا باش. عجب. و من خدا رو شکر میکنم کسی واسطه نشد. اگر من الان دارم تو فوتبال 360 کار میکنم و چه کسی بالاتر از عادل فردوسی پور، فکر نکنم از نظر شخصیت رسانه‌ای و مطبوعاتی نفر اول فوتبال بالاتر از ایشون باشه. توی رسانه از نظر من بالاتر از عادل کسی رو، حالا نه فقط شما نظر سنجی بذاریم، اکثریت مردم کسی هم مثلا چیز باشه. اونم شما فرض کن رسانه‌ای رو بیاری بالا، اونم به صورت اینترنتی که هنوز اینترنت کشور جوابگوی اون رسانه نیست. خب ولی شما انقدر مخاطب بگیری، انقدر زود بیای بالا، به همه بهت اعتماد کنن و جایگاه خودت توی همه مردم پیدا کنی. و سوال دیگه میخوام ازت بپرسم، اینکه با عادل کار میکنی، وسواس و دقت و اون حساسیتش چقدر زیاده و چقدر اذیت کننده است؟ میتونی باش کنار بیای؟ اذیت کننده نیست، به خاطر اینکه دیگه میدونی رضا، من دیگه تو این کار به نظر خودم شاید من از خیلی سابقم کمتره، از خیلی هم بیشتره، ولی از نظر خودم یه آدم سینه سوخته خستم توی رسانه. حالا میریم جلوتر بهت میگم، ولی لذت میبرم اگر قراره مثلا با ویدیوها با بالاترین کیفیت ارسال بشه. اوضاع نت خودت میدونی، یه ویدیو میگیریم یهو 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه با کیفیت 1080 HD ارسال بشه، برخلاف خیلی از رسانه‌های دیگه که 240 کارشون رو راه میندازه، یعنی سریع تموم میشه کارشون رو جمع میکنن. و نحوه مصاحبه، نحوه ویدیو گرفتن، جلسه هایی که میذاریم، نکاتی که گوشزد میکنه، واقعا کمک کرده به پیشرفت خودم، به پیشرفت خود رسانمون و خیلی قشنگه، جذابه به نظر من. چند سال مشغولی تو 360؟ 2 سال و 3-4 ماه. 2 سال و 3-4 ماه. آره. الانم که تو اوج فعالیت کاریت به زور تایم تو گرفتیم و آوردیمت اینجا، واسه افتخاره. قربونت برم. و اینو میخوام بگم، منو نمیشناخت عادل فردوسی پور. قشنگ یه روز منو دعوت کرد بیا مصاحبه، 5 دقیقه فقط حرفای منو شنید بدون اینکه صحبت کنه. یعنی دقیقاً یاد ریاکشناش تو 90 میافتادم که مثلا یکی صحبت میکرد گوش میداد.
استاد دانشگاهیه که 27 سال نزدیک 30 سال سابقه کار داره، از اقصا نقاط کشور شاگرد داشته. پس این شخص روانشناس خوبی هم هست. نمیگم این شخصا، میگم آقا کسی که 30 سال 20 سال درس داده باشه تو مدرسه تو دانشگاه دیگه میدونه اگه یه شاگردی قراره تقلب کنه یا یه شاگردی اگه قراره دروغ بگه میفهمه معلم استاده. 5 دقیقه حرفای منو شنید و حالا وایب خوب گرفت یا هر چیز دیگه ای، آقا میتونیم با هم کار کنیم بدون هیچ شناختی، بدون اینکه من نه ضمانتی بذارم نه چیزی بذارم. آقا بفرمایید میکروفون، تجهیزات، بفرمایید برید کار کنید. به من اعتماد کرد و خدا رو شکر جواب اعتمادش رو دادم و تا الان هم که داریم کار میکنیم توی رسانه 360 که واقعا فکر میکنم بالای 6-7 میلیون کاربر نصب دارن این اپلیکیشن رو. درست. دارن کار میکنن و روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه کاربرها. تو این مدت حالا تو هیته رسانه تو هم شهرهای مختلف رفتی، هم اتفاقات عجیب غریب دیدی. یه اتفاق عجیبی که الان تو ذهنت بوده تو این مدتی که حالا کار کردی، چیزی خاطره ای چیزی هست؟ بله خاطره زیاد بوده الان رضا تو ذهنم اومد دیگه، چون من با مردم انزلی خیلی رفیقم، خیلی به من محبت دارن و خدا به من عزت داده توی استان گیلان. هر سری که میرم شاید مثلا میدونه ببین رضا، همه ما، من شما یک روزی هوادار یک تیمی شدیم و تا ابدم هستیم هوادار اون تیم. از من و شما بگیر تا اون فوتبالیست و داور و مربی و گزارشگر و همه چی بود. ولی من یاد گرفتم حداقل توی این کارم و توی مجموعه 360 که دارم کار میکنم، وقتی میرم با یک هواداری که تیم رقیبمه مصاحبه میکنم، من خودم رو جای اون هوادار میذارم و خیلی ها شاید باور نکنن، به خیلی ها میگم شاید خندهشون بگیره. من از رفیقم که طرفدار اون تیم است قبل از بازی میگم سلام خوبی، چند دقیقه باش صحبت میکنم، هفته به هفته آپدیت میکنم. میدونید چی میگم؟ فلانی الان دغدغه خودت چیه؟ دغدغه یه هوادار چیه الان؟ دغدغه تیمت چیه؟ اینا باشه. از دل مردم میگیری. تیترش میکنم میرم صحبت. حالا من اگه انزلی هم میرم اونا میدونن من استان تهرانم، بچه تهرانم، طرفدار یه تیمی ام مثلا. البته من به ملوان که بیشه ارق خاصی دارم و داشتم، حالا طرفدار یه تیم تهرانی من هستم ولی میدونن که من مثلا طرف اون تیمم هستم. یک مادر و پسری هستن اسمشون نمیارم. من از بس که دیگه رفتم اونجا دیگه، از موقعی که بچه 2-3 سالش بوده من با این گزارش گرفتم با این بچه تا الان که شده 6-7 سالش. عجب. بعد خب همدیگه رو داریم. حالا این استا یه وقتایی بنده خدا پیام بهم میده و اینا، تشریف بیار عمو مثلا خودش برادر جان تشریف بیار ما در خدمتتون باشیم و اینا. یه روزی من رفتم مصاحبه کنم، دیدم که نقاشی برا من کشیده پسره، عمو میثم مثلا دوستت دارم، نقاشیشو دارم خونه، عمو میثم دوستت دارم. بعد دیدم مادرش بنده خدا برا من سلام این خدمت شما. من پلاستیکه رو ندیدم، این کیارش مثلا برا شما آورده و اینا. گذاشتم توی کولم و مصاحبه‌مو گرفتم و اومدم. رفتم تو ورزشگاه. رضا میدونی کار ما خیلی سنگینه، گشنمون میشه. خب مثلا خیلی تو کوچون چند ساعت قبل بازی، مثلا بازی‌های سنگین که میریم، یه مقدار دسترسی هم به مواد غذایی ما کم داریم نسبت به اون هواداری که از اون بوفه چیه میتونه راحت بخره. آره اینقدر همه چی تو هم پیش میره، باید هم انجام بدی، نمیشه از دست در بره. بین نیمه خب وقت میکنیم. دیدم گفتم بذار در بیارم ببینم چیه تو کولم. رضا ساندویچ، کلوچه فومن. همون لحظه بغض کردم، کلی بهت محبت کردم. میدونی رضا، یعنی خب من وظیفه‌م، من خبرنگارم، با اون پسر صحبت کردم، پسر شیرین زبون، شاید اون پسر وایرالی هم میده همیشه برای رسانه خوبه، ولی اون خانم واقعا در حق برای من خواهری کرد. مثلا اون گفتم خدایا دمت گرم که ما اینجوری عزت دادی. میریم تالاب انزلی، دوستانی که حالا قایق سوارن، آقا میثم تشریف بیار ما در خدمت شما باشیم. میریم اونجا مثلا تو قایق یه گزارشی میگیریم، میریم یه جای دیگه رشت مثلا
هواداره سپیدرود دامارش. دسته یک من کم کار کردم لیگ یک، ولی خب میشناسم و خدا رو شکر همیشه شاکرم که به خدا گفتم قدم کج ور ندارم، این مسیر رو سالم برم، خدا خودشون آدمای خوبو میذاره سر راه. از خفگیری رسیدی آره عزتی که ساندویچ میذارن تو بله. پولت. ولی رضا خستم واقعا. توی خواستم اینو بگم، فکر کنم نقطه عطف مصاحبم این میشه که خستم ولی پر انگیزه. اینو بگم اگه میگم خستم از ناتوازنی و نامتقارنی درآمدهای فوتبال. خب اینو خیلی خستن. خب ما مهمون هفته قبلمون یاسر همرنگ بود که توی آخرین سال قضاوتش خودش گفت 60 میلیون تومان حقوق داشته. خبرنگاری مثل تو به این شکل درآمد داره، باید 3 جا کار کنه 4 جا کار کنه که بخواد یه درآمد معقول، حالا نمیگم اصلا چیز درست حسابی، یه درآمد معقولی داشته باشه. هیچی با هیچی نمیخونه. جبر جغرافیایی این شکلی بوده که ما الان ایرانیم و درآمدمون هم به این شکل. هر چقدر من داشتم چند وقت پیش به خانومم میگفتم، ببین من توی ایران چند تا کار کردم، یعنی یکی این که توی فوتبال پایه که میدونی من حالا تو بحث فیلم برداری من اون تارگتی که بعد میزدم واسه خودم رو زدم، اونم این بود که من تمام بازی‌های فوتبال تهران رو همش رو تصویر بگیرم. سال گذشته این اتفاق افتاد و ما تمام بازی‌های فوتبال تهران رو تصویر گرفتیم، اما از بود درآمدی دیدم سقفش هم باز خبری نیست. بله. مثلا یه بازیکن لیگ برتری میگن آقا این داره از پاش نون میخوره، یه فصلش تموم شد، آقا یه فصل داره 100 میلیارد میگیره. بله. 100 میلیارد اگه من بخوام سالی 1 میلیاردم کار کنم 2 میلیاردم کار کنم باید 100 سال کار کنم. رضا کی این بازیکن‌ها رو بازیکن میکنه؟ کی این استاهای بازیکن‌ها رو میلیونی میکنه؟ مردم دیگه رسانه. مردم یعنی هوادارهای داخل ورزشگاه که میان که میان من خبرنگار باش مصاحبه میکنم، میره میشینه سر جاش، من خبرنگار وارد ورزشگاه میشم، تو میکسون از اون بازیکن ملی پوش و میلیاردی مصاحبه میکنم، اون داور که آقای یاسر همرنگ که اسم بردی قضاوت کرده تو اون بازی، حالا امثال آقای همرنگو عرض کردم، استاد همرنگو، من نوعی فیلم برداری کردم، شما فیلم برداری کردی، عکاسی کرده. احسنت. حالا اون داورم یه جوری یه وقتایی داوری میکنه که خودش میکزون جنجالی به بار میاره که اون میکزونه باعث میشه بازیکن فالوور بگیره. خودمونیم دیگه، درسته؟ یعنی همه چرخه به هم وصلن. تا اون من رضا بازیکن ملی پوش رفیق دارم، بازیکن باشگاه سرخابی رفیق دارم، باشگاه مختلف دارم، تو هم داری، به واسطه حالا سابقه ای که داریم، ارتباطاتی که درسته. نمیخوام بگم خرابشون کنم تخریبشون کنم، نه، آدم خوبش هم هست، آدمی که نمک نشناسم باشه هست، درست. ولی من میگم یه سال بیاد این درآمدا عوض بشه، چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که نمیفته. آقا فوتبالیست 10 سال داره، از اون 10 سال قبل چقدر بوده درآمدا؟ یه قرارداد 2 میلیارد 3 میلیارد درآمد بالا، 1 میلیارد. من یادم زمان مرزاد معدنچی و اولادی و اینا، اونا فکر کنم 300 میلیون اینطورا بود. من یادم مثلا جواد کاظمیان 290 میلیون سال 86 87 من یادم الان 10 15 سال پیش 100 برابرم رد کرده. حالا اون فوتبالیستی یا بارشو بسته که خب یه سال بیاد این چرخه عوض شه. اگه یه سال عوض شه، اون داوره عاقبت بخیره، خبرنگار عاقبت بخیره. ببین یه چیزی بگم، من میگم یک بندی باشه تو قرارداد یک بازیکن که بخشی از این، مگه بخشی از قرارداد نمیره برای سازمان لیگو، نمیره برای فدراسیون و جاهای مختلف، یه بخشیش هم بیاد برای رسانه. خب نه چه ایرادی داره؟ من بگم یه بخشیش بیاد برای داور. استدلال از یه لحاظ اشتباهه، چون
اون بازیکنه که داره زحمتش رو میکشه پولش رو میگیره. حالا کاری ندارم الان تو این مارکت ما زحمت نمیکشیم. نه ما داریم زحمت میکشیم. میخوام اینجوری بگم ببین الان تو این مارکت داره بیش از اون چیزی که باید بگیره میگیره. بله. خود عادل خان گفتش که آقا بله. توی مارکت جهانی $200,000 نهایتا دیگه بازیکنایی که مثلا ملی پوشن مثل بله. شهریار مغانلو بیشتر از این که پول نمیدن، $200,000 میدن. حالا یه دونه مهدی طارمیه که الان مثلا روش 10 میلیون قیمت گذاشتن. بحث اینه که همه بازیکن‌ها که $200,000 نیستن. درست. و قیمتی هم که الان دارن میگیرن روی $1,000,000 دارن میگیرن. من میگم 100 میلیارد میگیره. اصلا ما میگیم ارزش واقعیش 10 میلیارد باشه. 10 میلیارد آرزوی خیلی است. من و شما یه خبرنگاره و من و حالا اون داورا و خیلی دیگه تو یه سال. اونو باشگاه داره تامین میکنه. برای داورا باید فدراسیون و یک اسپانسر بیاد ورود کنه و برای رسانه و خبرنگاران باید یه همچین داستانی باشه. چون تو داری تمام من کلا حرفم اینه، میگم آقا هر کسی تو هر شغلی که داره کار میکنه باید مخصوصا مثلا تو حیطه شغل من و شما میگم باید یه جوری تامین باشه که تمام تمرکز و فکرش رو اون کار باشه که قبلش بری تو میگی آقا من زنگ میزنم مثلا به هواداره میپرسم ببینم دغدغش چیه. بله. بعد میرم مثلا فلانجا خبر میگیرم، بعد میرم به سارجا تا بتونم بهترین خبر رو بگیرم. خب تو داری رو کارت زمان میذاری. فرض کن مثلا من بخوام برم خبرنگار بشم، من اگه هیچ اطلاعاتی نداشته باشم طبیعتا سوال چالشی جالبی هم از اون طرف نمیپرسم که بخواد وایرال شه بره تو رسانه‌ها. بله. پس من میگم واسه یه همچین شخصی باید یه درآمدی قائل بشی که ذهنش آزاد بشه، صاف بشه به کارش. ببین رضا، گاریدو جواد نکونا اینا رو لمسشون کردم دیگه از نزدیک. درسته. هم قرمزشو گفتم هم آبیشو. دو تا سرمربی که جوابهای خوبی به خبرنگار نمیدادن، یعنی منعطف نبودن، با لطافت صحبت نمیکردن، گارد داشتن همیشه. حالا وقتی طرف میشینه اونجا نمیدونه که اون خبرنگار پرسپولیسیه یا استقلالی. درسته. خب ولی اگه من به عنوان یک خبرنگار از جواد نکونا، از گاریدو سوال میکردم و یک جوابهایی میشیدم که بعضا دلم میشکست، من و امثال من، این که میگم من آره و دلم میشکست، من یه روزی رو اون سکوها گریه کردم. چند تا خبر قتل داشتیم برای دربی، آخر دربی فلانی رفیقشو کشت. من گریه کردم، من فلانی رو زدم، من و امثال ما دیگه خیلی همون. و این جواب ها رو من میشنیدم از سرمربی ها، من و امثال من. خب من اون هوادارم که یه روزی رو اون سکوه گریه کردم، الان مطالبه گرم به عنوان یک خبرنگار. یا باید خبرنگار جیره خور باشم که سوال سفارشی بگیرم، یا باید درد دل. ما معمولا کارمون اینجوریه، سوت پایان که میخوره یه نفر میره مردمی میگیره، یه نفر میره میکسور، یه نفر میره نشست خبری. حالا منی که مردمی میگیرم بعد از سوت پایان من 10 دقیقه قبل از سوت پایان میزنم بیرون از ورزشگاه، یه سری بازی ها میرم مردمی رو میگیرم تا سوتا دقیقه 90 میرم نشست خبری. من سوالای اون هواداری که اش تو چشاش جمع رو دارم میپرسم از شما باید اون جواب به من بدی. چی گفتن؟ مثلا بازی پرسپولیس میرفتی میگفت شما استقلالی، بازی استقلال میرفتی شما میگفت شما رنگ تو اول مشخص کن من به شما بگم، در صورتی که سوال هواداره بوده. سوال هوادار تیم خودت بوده آقای سرمربی. یعنی تو 10 دقیقه قبلش رفتی بیرون، اون هوادار یه سوالی که یه مطالبه‌ای که داشت همونو میرفتی توی میکسور مطرح میکردی. بله. یا یه جای دیگه مثلا میرفتی میپرسیدی میگفتیم آقا مثلا بازیکن جوونه اینجوری، اصلا یه جوابای پرتی که اصلا انگار توهین میشد به شعور و به سابقه ما و به تجربه ما. انگار ما از بیرون اومدیم میخوایم مثلا طرفو تخریب کنیم، از اون صندلی بلندش کنیم برکنارش کنیم. من با تیم محبوبم یه سفر رفتم خارجی به عنوان خبرنگار سال گذشته. آره حالا نمیخوام دقیق بگیم، ماهش نگفتم. آره سالش گفت. بعد خب لذت بخشه برای یک هواداری که شده خبرنگار، یکی که عشق فوتبال بوده با تیم محبوبش بره یه سفر خارجی با اون بازیکن‌ها
باشه، بازیکنایی که یک سری رفیقاشونن، رفیقا من یعنی. نتیجه اون بازی خوب عذاب در نیامد برای اون تیم. ما برگشتیم نشستیم، یعنی یک عده از بازیکن‌ها اومدن، ما تقریبا شدیم وسط کاروان. ما می‌خواستیم مثلا برج خلیفه، من خودمو میگم، مثلا می‌خواستم بشینم کنار شیشه که وقتی هواپیما بلند میشه من برج خلیفه رو ویدیوشو بگیرم. قشنگه دیگه، برای هر آدمی لذت بخشه. و هم کنار شیشه باشه، مثلا کنار پنجره، برای یه سری باحال فانتزی قشنگی. بازیکنی که بازیکن متوسطی بوده و خیلی از هوادارا شاید انتقاد میکنن بهش و پرمدعاه، اومد گفتش که یعنی ما رو دید، من و یک چند نفر دیگه‌ای که ما نشسته بودیم تقریبا وسط هواپیما. یعنی خبرنگارا فقط تو بودی یا نه چند تا خبرنگار؟ نه بودیم دیگه. آره بودیم. اومد گردن تکون داد و من گفته بودم که بشینن ته فلان، نمیدونم چند بار باید بگم و اینا. حالا یه بنده خدایی اومد ما رو گفت آقا بلند شید مثلا برید ته بشینید و اینا. و خودش و یکی دو تا بازیکن ملی پوش اومدن، 3 تا صندلی این ور داشت هواپیما، 3 تا صندلی اون ور. یادم نمیره، یعنی یکی از نمیدونم بگم خاطرات بد، بگم خاطرات شیرین، خودش حالا با یکی دو تا دیگه که ملی پوش بودن صندلی 3 نفره هواپیما رو اشغال کردن. یعنی اینجوری پاشو دراز کرد که کلا اشغال کنه. عجب. حالا من رفتم کنار یکی از رفیقام که تو فوتبال پایه با هم خیلی اومده بود بالا، نشستیم با هم صحبت کردیم و اینا تا آخر سفر. من کی بودم؟ اون هواداری که یه روزی گریه می‌کردم رو سکوها. آقای بازیکن. با تیم محبوبم اومدم سفر، شما رو پوشش دادم. حالا کاری نداریم. اصلا من یه آدم عادی. من یه روزی که برای این تیم گریه کردم که درسته. به من گفتی پاشو از اونجا، به منی که یه روزی گریه می‌کردم برای این تیم. من نمیگم من خبرنگار، که تو بیای بازی که خراب کردی، بهترین هتل بودی، ریکاوری خوب کردی با بهترین استخر، بهترین غذاها رو خوردی، یک روز 24 ساعت و بلکه هم بیشتر از اون بازی گذشته، تو چه خستگی داری که بیای پاتو دراز کنی اونجا؟ عجب. اینجا گیر کرده و رضا باید میگفتم. اسمم نمیبرم، به وقتش اسمم میبرم، یک روزی میبرم دیرم نخواهد بود، اون روز تو پلتفرم خودم هم میبرم اسم ها رو، اسامی ها رو. این دل خیلی پره. آخه گرایی هم که دادی یه حدسایی میشه زد. خب حالا اسم نبریم بهتره. چون من دارم کار میکنم، دنبال داستان و دردسرم نیستم رضا. دوست دارم چرا خاموش مسیرمو ببرم جلو. ترسی هم از کسی ندارم، من از خدا فقط میترسم. خب چون رفتی عقب نشستی، بعد میخوام بدونم آخر سر قسمت نشد استوریه رو بگیری؟ چرا؟ به یه بازیکن دیگه که رفیقمو گفتم فلانی از بغل شیشه بگیر. حالا اون مهم نیست. من خودم دوست داشتم خودم طعمشو بچشم. حالا همین که بودی. خب اوکیه. ولی خیلی برام سنگین بود. چون آقای فوتبالیست، من یه بهت بگم، آقای فوتبالیست، اگه من و امثال من نباشیم شماها هیچی نیستید. بهترین رفیقای زیادی هم دارم فوتبالیست، خوبم دارم، فوتبالیست بیزات و نمک نشناس هم دارم، فالو هم داریم همدیگر رو، با هم رفیقیم، ولی تو ظاهر با اون بیزات رفیقیم، ولی با مرامه که درصدشون هم کمه خیلی رفیقی و خیلی کارا رو میکنیم. خب آرزا میسم یه بهت بگم، من از این تکنیک استفاده میکنم واسه اینکه خودم راحت تر زندگی کنم. از هیچ کس هیچ انتظاری نداشته باش. هیچی. الان دیگه میرسم دیگه. من یعنی اینو داشته باشی تو زندگیت که آقا من از هیچ کس، تو وقتی تو خیابون رانندگی میکنی مثلا چون توقع داری راننده الان پاشو بذاره رو گاز بوق میزنی براش،
توقع نداشته باشی، اصلا ذهنیت این باشه که این یه مثلا راننده مثلا دست فرمون نداره، این اولین بارشه داره رانندگی میکنه دیگه. رضا عصبی نمیشی. این هرچی سن آدم میره بالاتر آدم این چیزا رو میفهمه دیگه، این که از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باش. من اگر این جمله تو دوران بازیگری که جوانان آسیا ویژن بودم این ملکه ذهنم بود، هیچ میشدم الان یه فوتبالیست ملی، یه فوتبالیست باشگاهی، نه یه فوتبالیست لیگ 1 و 2 که سالی 2 میلیارد بگیره. من الان یه ساله که یکی دو ساله که اون فعالیتی که تو پیج داشتیم آموزش میذاشتیم واسه بازیکن‌ها، راهنمایی می‌کردیم، مشاوره میدادیم، اینو کم کردم. یه تایمی بود یعنی 2 سال پیش من شوق و ذوق، خب منم جزء کسایی بودم که ربات پاره کردم و به واسطه پارگی ربات کلا فوتبال رو گذاشتم کنار، اومدیم سمت رسانه و فیلم برداری و اینا. خب یه سری من درسته شاید با مسیری که بهت میگم تو حتما فوتبالیست نشی، اما مسیری رو بهت میگم که اگه رعایت نکنی قطعا فوتبالیست نمیشی. بله. خب من یه سری راه ها رو میدونم، آقا تو اگه این کارو بکنی قطعا به بله. اون جایگاهی که میخوای نمیرسی. دیدم نه، یه سری ها فکر میکنن الان من قراره اینجا سفره‌ای برای خودم پهن کنم و به واسطه این آموزشی که دارم میدم، این مسیری که دارم بهت نشون میدم، مثلا خودم به نون و نواییم. گفتم نمیکنم، نه آموزش بهت میدم، نه مشاوره میدم، نه اصلا نگاه میکنم، میام مثل خیلی از رسانه‌ها خبر میذارم، تیتر میزنم، یه فیلم برات میذارم، تموم شه بره. این که یه عده قدر تو ندونن، این دیگه دست تو نیست که تو میتونی خوب باشی تا اونجایی که یکی هوا تو داشته باشه. بابا خدا معامله کردیم، یکی هم هوا داشته باشه، خدا فقط هوای ما رو داره. تو حالا کارتو میکنی جایی که ولی خب اینا میمونه دیگه، اینا میمونه این جاهای آدم. اینا ما اگه نبودیم فوتبالیستا این نبودن، فالووراشون این نبود، درآمداشون این نبود، شهرتشون این نبود. میشه گفت هم موافقم باهاش هم نه. موافقم از این جهت که خب خیلی مخصوصا تو عصر رسانه‌ای الان حتی اگه رسانه هم نباشه یه پیج اینستاگرام هست که طرف بره حالا ابراز علاقه مستقیم بخواد بکنه یا یه سری اطلاعاتو داشته باشه. و تو زمان قدیم که خیلی رسانه کم بود بازم خیلی عاشق بودن، عاشق فوتبالیستا بودن، یعنی اون عشق وجود داره، ولی شما بهش دامن میزنین، پر و بال میدین، شاخ و بر میدین که اون بازیکن بیشتر دیده بشه. همین الانش تو فصل نقل و انتقالات شما یه خبر میزنی فلانی نمیدونم وارد باشگاه فلان شد، آره فلانی رفت اینجا. بعد آخر بازی خیلی جالبه، ما همه خسته کوفته مثلا میبینیم تیمم خراب کرده، دست بازیکنه غذای برنجی یا فست فود از بهترین رستوران شهر. آره. اون وقت من و شما خبرنگار و اون هواداری که رو سکوه 1 میلیون 2 میلیون هزینه کرده خودشو برسونه اونجا، حالا من و شما پول بلیط فقط نمیدیم دیگه. آره. با اون هواداره مشترکیم، هزینه بنزینمون هست، رفت آمدمونه، غذامونه، هر چیمونه. ما آخرین نفرم میایم خونه، یه وقتی هم از شدت خستگی آدم گشنش هم از غذا هم نمیخوره. دقیقاً. ولی اون فوتبالیست خراب کرده بازی رو، ادعا هم داره از بهترین رستوران شهرم. خیلی شاکیه از آره فوتبالیستا، از بهترین رستوران شهرم غذاشو گرفته، میره میشینه تو اتوبوس با بالاترین مدل آیفون تو گوشی چتشو میکنه، غذاش هم میخوره، فرداش هم روز از روزی از نو. ولی من نظرم اینه که اونقدری که هوادارا دل میسوزونن و آتیش میگیرن واسه یه باشگاه، خود اون بازیکن اونقدر نیست. اینو خواستم بگم رضا جان، من خستم به خاطر اینکه من یه روزی گفتم یه هواداری بودم که گریه میکردم رو سکوها. الان به خیلی‌ها میگم کاش خبرنگار نمیشدم. خب میگن چرا؟ میگم کاش اون خبرنگار ساده لوحی بودم که فقط بازیکنه بیاد باش سلفی بگیرم، خندونم، برگردم خونه خوشحال، رفیق مامان بابا ببین من با کی عکس گرفتم. الان رومون رو میکنیم اون و یا نه مثلا الان طرف فقط بیاد بره زودتر، بره سوار اتوبوسی که ما هم بریم خونمون. چون واردش شدم رضا، چون زندگی شخصی فوتبالیست هایی رو میدونم که مثلا میگم من برای این مثلا باید میکسون برم سوال کنم، از خب شغلمه ها، وظیفمه، به من گفتن که شما این سوال رو باید انجام بدی.
ولی خب فوتبالیستی که شب قبلش بنا به خیلی از خبرها میاد دیگه، مثلا فلان فوتبالیست در پارتی شبانه شب قبل بازی. آره. خب فوتبالیستی که نه لایف استایلی رو رعایت میکنه، شب قبل بازی قلیون میکشه، میره بیرون دور یا خیلی چیزهای دیگه. نمیگم همه فوتبالیستا رضا، میدونم، ولی با یکی از بازیکنایی که تو همین تیم‌های محبوب پایتخت هم بازی کرده یه کلیپی براش درست کردم. بعد خب یه جلسه کاری گذاشته بودیم و توی رستورانی قلیون میکشی؟ گفتم که نه الان شرایط قلیون نیستش. گفتم شما میکشی؟ گفت من نمیکشم ولی همه میکشن، همه بچه ها میکشن. حالا بحث اینه که خودمون میدونیم که شرایط حرفه‌ای نیست، چه خبره و امانتدار خوبی هم بودم همیشه، خدا رو شکر. میگم همیشه از خدا خواستم اون راه سالم رو برم. تو خیلی هم محافل بودم راحت میتونستم ویدیو بگیرم از بازیکن، آبروش و هر چی، نابود بشه فوتبالش. تو ذاتت نیست دیگه. نیست تو ذاتم، کار خودم هم میکنم ولی شاکی هم هستم. خیلی شاکی، میدونی من تو صورتت فقط شکایت دارم. آره. و میگم الان مثلا هر هفته میگم میثمی که یه زمانی عشق سلفی گرفتن با یک بازیکن رو داشت، الان شاید با خیلی بازیکن با شخصیت و آقا هم داریم که من همین الان به عنوان یه خبرنگار آرزو دارم من باش عکس بگیرم. حالا یه وقتایی بنا به شغلمون شاید نمیرم جلو باش عکس بگیرم، داریم اینجوریش هم داریم. ولی اون میثمه تبدیل شد به میثمی که دیگه فوتباله براش کسل کننده است، زودتر تموم بشه بره. وقتی هم دیگه مسیر استودیومو ترک میکنم میرم یه جایی که غیر فوتبالیه، اداره، نمیدونم دوست، رفیق، جاهای تفریحی، بحث قرمز آبی میشه، یه جوری وانمود میکنم که انگار خبرنگار علوم سیاسی ام. یعنی اصلا فوتبال بلد نیستم، یعنی ولم کنید. چرا؟ چون دیگه خستم دیگه. یعنی آقا ولم کن، بذار تو دنیای خودم باشم. اصلا میگی چی بلد نیستم دیگه فوتبال دیگه اون موقع. حالا از وضعیت فعلیت راضی؟ خدا رو شکر خیلی رضا، یعنی نسبت به چند سال گذشته واقعا خدا رو شکر میکنم، چون همیشه میگم ازش خواستم که پیشرفت کنم. همه آدما اهل پیشرفت هستن ولی با راه سالم. چیزی که گفتی با راه سالم همیشه ازش خواستم که پیشرفت کنم. جانم بفرمایید. چیزی که گفتی این بود که من هر کاریو که شروع میکنم سعی میکنم قله‌شو برم باریکلا، بعد یو ولش میکنم. حالا تو این کار از نظر خودم من خیلی وقت تو قله‌ام. آره. فنجونم ولی خالیه ها. نمیگم دیگه الان اینجا هم دیگه بالاتری وجود نداره. من خیلی ضعفا هم دارم. خب من مثلا از بچگی لکنت زبون داشتم، ولی الان که با تو دارم صحبت میکنم از اول مصاحبه میتونی بری ببینی من چند بار اصلا توپق زدم. چرا؟ چون علاقه میاد. علاقه. من رپ میکردم یه زمان، گفته بودم بهت دیگه. درسته. تو رپ که باید اینقدر تندم بخونی هیچ وقت لکنت زبونه نمیومد، چون علاقه توشه، پر از حسه، پر از احساساته که داره میاد بیرون. درسته. دیگه الان هر هفته میرم ورزشگاه یا میرم ورزشگاه شهرستان. نمیگم لذتی نداره، لذت داره، بالاخره سوژه های جدید یا هر چیزی، ولی اون شور و شوق گذشته رو نداره. چرا؟ چون با خودم میگم پله بعدی من جام ملت‌های آسیا و جام جهانیه. اگه برسم به اونجا خوشحالی بعدیمه. این که بیام هر هفته تو میکسون رو بخوام سوال کنم از این بازیکنایی که گفتم بهت. قله بعدی یعنی جام جهانی رو میبینی؟ بله. اونو بزنی حالت خوب میشه. حالم خوب میشه. البته من میگم چون خبرنگار میدانیم، من تخصص اصلیم هم اجراه. یعنی دوست دارم اجرا داشته باشم. خبرنگار تحریریه نیستم، با اینکه بلدم همه چیشو، یا گزارشگر 90 دقیقه‌ای نیستم ولی میتونم گزارش کنم. درسته. ولی خب ورود نمیکنم و نکردم، چون دوست دارم اجرا باشه، بیشتر تو حوزه اجرا دوست دارم فعالیت کنم. به خاطر همین حالا خبرنگار میدانی رو انتخاب کردم. چرا باید یک عکاس که عکس میگیره بزنن عکس از فلانی؟ درسته. چرا یک فیلمبردار یا یک خبرنگار که وایرالی ترین سوال سالم پرسیده نمیزنن خبرنگار فلانی؟ به خاطر اون میشه گفت رابطه‌ای که وجود داره. من یه عکاسی میشناسم که شما شناخت داری نسبت بهش. این اصلا فرض
مثلا الان من دارم میگم شیراز، چون شیراز مثلا امسالم لیگ برتر تیم نداشت. فرض کن شیراز یه بازی بوده و عکاسی شده اون بازی. اون شخص الان تو تهرانه، خب خبر میره روی سایت، عکاس زدن اون شخصی که تو تهران. چرا؟ مافیای عکاسی. آره مافیا داره. خب بله. توی عکاسی مافیا وجود داره. توی تصویر خب معمولا اصلا به فیلم برداری پرداخته نمیشه. خب من الان مثلا میرم توی هر ورزشگاهی توی کشور، برم چون خوزستان، برم اصفهان، همه فیلم برداراشو میشناسن. بله. چه اونایی که تو صدا و سیماشون کار میکنن، چه اونایی که واسه خود باشگاه کار میکنن. ولی خب هیچ موقع هیچ جایی نیومده که مثلا آقا فیلم از فلانی، نهایتا مثلا میزنن فیلم از رسانه مثلا 360 فلان. آره. و این بده. آره. ولی خب مثلا ما تو رسانه خودمون اگه یکی مثلا تصویری بگیره، خبری بذاره، اسم خبرنگار رو میزنیم تا هم انگیزه بشه واسه بچه‌ها، درست، هم باحال باشه دیگه. فوتبال پایه فیلم بردار هزینه میگیره، عکاس هزینه میگیره، همه هزینه میگیرن دیگه. اونی که مصاحبه میکنه چی؟ ماچ میگیره. واسه رضای خدا اومده مصاحبه دنبال چیه های فردوسی بود. این بده. اصلا آپشنه. من تو منوه ها. آره. مثلا شما اومدی اونجا واسه خودت، واسه اینکه رسانت رو بزرگ کنی اومدی داری مصاحبه میگیری دیگه، وگرنه دلیل نداره تو پول بگیری. بگذاریم ازش مثل همیشه. بگذاریم. خب چند ساله که داری فعالیت میکنی و خیلی از ویدیوهایی که شما میگیری دیدن کردن ولی نمیدونن شما میگیری ویدیوها رو. اسم فیلم بردار چرا نبوده اون لحظه؟ اسم فیلم بردار نیست و معمولا هم ویدیوهای لحظه‌ای کنار زمین حواشی. کدوما رو یادت تو که خیلی هم مردم یادشون باشه؟ ویدیوهایی که کنار زمین گرفت کلا هم 360 هم فوتبال پایه. 360 من ملواناتو خیلی خاطرم هست. دستشویی رو بود که یارو در دستشویی رو باز کرده. خیلی وایرال شد. یه دونه اونه و پایم که معمولا درگیری مربی‌ها بیشترین چیزی که یادم سیانکیه، اون شاگردشو میاره داد میزنه میگه بهت میگم برو وسط. آره یه دونه ضربه کاتدار میزنه. آره بزن اون نقطه نمیزنه و یه جا دیگه میزنه گلم میشه. آره ابو طالب هم بهش پرداخت رو تو برنامه. خب این دوتا رو خیلی یادمه و کار جالبیه، به شرطی که مقرضانه از کسی ویدیو نگیرم. آره ولی حس میکنم فقط خودت محتوا رو میگیری. بله. واسه رسانتون یا کسی دیگه نه خودم تک و تنها ارتش تک نفره. اوکی. چون خیلی یه سری محتوای زردم معمولا قرار میگیره، مثلا مربی داره یه دریوری میگه چیزی میگه. من تهران آنلاین بودم. نه اینور بودم، اینور چند نفر هستیم. نه همه رو من نمیگیرم. میگم اینور فقط خودت من کاری به کسی دیگه ندارم رضا جان. حالا مسیر خودم رو گفتم یه گریزی بزنیم به فوتبال پایه. ببین از وقتی وارد فوتبال پایه شدم لب خط داد و بیداد، روی سکوها اولیا با هم درگیری، تا فیلمم ماشاءالله خودمون با هم گرفتیم دیگه و با چشممون دیدیم کیفیت بازی. من میخوام به این برسم که من خودم میگم که با این مسیری که داریم میریم 10 سال دیگه فوتبال حرفه‌ایمون یعنی فوتبال ملیمون یه نابودی. 10 سال به نظر من زمان زیادی گفتی. من دارم میگم دیگه قشنگ نابوده. بله. حالا رو چه حساب؟ رو از زیر ساختش بگیر که بحث مالی باشگاه هستش تا استعدادایی که اصلا هیچ آموزشی توش نیست. بله. از اینکه پدر و مادرات صاف دارن دخالت میکنن توی همینه. یعنی بازی‌های نونهال و نوجوانان که بیشترین درگیری رو سکو توسط اولیاء نونهال و نوجوانان از نوع برگزاری بازی‌ها. بله. خب حالا شاید مثلا شما تو رسانتون خیلی تعریف و تمجید هم میکنین از نوع برگزار کننده و خود برگزار کننده. من حالا یه خبرنگار عادی ام، حالا کاری چی ندارم. ما شما رو وصل ولی من حقیقتا راضی نیستم از وضعیتی که هستش و نمیدونم تو چقدر با من هم نظری. منم راضی نیستم. آره چون حس میکنم
داریم به عقب برمیگردیم بله. جای اینکه پیشرفت کنیم و یه جورایی خیلی پسرفت کردیم از بله. نوع بازی‌ها گرفته تا شکل بازی‌ها، تعداد بازی‌ها بله و مخصوصا امسال هم که دیگه گل نهایی رو زدم 22 تا بازی. بله. اینو حالا خواستم بگم که من اگر ویدیویی میگیرم از یک داد و بیداد یک مربی یا فحاشی یا درگیری با یک بازیکن با بازیکن یا درگیری داور با مربی که یه ویدیوش هم خیلی وایرال شد در آوردی فلان و اینا، اون ویدیوه خدای من بالا سر من شاهده 1% من نه دشمنی با کسی داشتم و دارم نه برای ویو دارم این کارو میکنم. من اگر میگیرم که اولا وظیفمه، شغلمه، تقصیر من نیست که من خبرنگار شدم یه ویدیو میگیرم 15 میلیون 10 میلیون 5 میلیون داره ویو میگیره. درست. خب آبروی کسی هم نمیبرم، وظیفمه دیگه، کارمه، شغلمه. حالا دیگه اتفاقا کار خوبیه. یه زمان تابو بود، الان به نظرم کار خوبیه چون مربی حواسش رو جمع میکنه. آره. که ولی خب مثلا مربی بعد بازی پاکش کن اینو، اگه میشه اینو پاک کن دیگه. آقا زنگ نزن آقای مربی، آقای بازیکن، نه یا دیگه التماس کن. مگه پیشنهاد بشه مثلا یه ویدیویی گرفته باشی بعد مثلا یه جور دیگه صاف بشه. بله شده، خدا رو شکر تا جایی که شده زیر بار من به شخصه که نرفتم. مگر اینکه دیگه حالا یارو بخواد یکی رو واسطه کنه، فشار بیاره، اینو ورداره بیاره، من بخوام تو رو در من که حالا خودم نه، حالا کسی دیگه. خب و شاید یکی از دلایل مهمی که من از اون رسانه قبلی تو فوتبال پای من خیلی به اون رسانه مدیونم اومدم بیرون، همین رو درواسی بازی ها و حفظ ظواهر بود که اومدم بیرون. دوستم نداشتم بیام بیرون ولی خب عواملی دست به دست هم داد که اومدم بیرون. خواستم همینو بگم فقط، اگر ویدیوهایی که من دارم میگیرم همه خودت میدونی رضا با موبایل، نه دوربین چند صد میلیونی دارم، با یه موبایل 20 میلیونی داره اون ویو ها رو میگیره، فقط به خاطر شغل و وظیفمه. حالا درسته رسانه دارم، هر کسی دنبال فالوور، دنبال ویو، اینا به کنار، ولی اون محتوایی که دستم اومده و بر حسب شغل و وظیفم دارم انجام میدم. نمیخوام کسی رو بکوبم ازش پولی بگیرم، نه با کسی دشمنی دارم، کارمو دارم میرم جلو. بسیار عالی. خیلی مخلصی. خیلی ممنون که وقت گذاشتی پیشمون بودی، داستانتو گفتی و گپ زدیم، خوشحال شدیم دیگه و ممنون. مخلصم. قربونت. عالی.